قسمت اصلیمون از نمای بالا رو ما تغییر دادیم. حالا میخوایم ابعاد چاهکمون رو ببینیم چیه تغییر بدیم. ببین وقتی که روی گزینه من دیزاین مود رو خاموش میکنم، خب دیزاین مود رو خاموش کردیم. ببینید ما یه عرض داریم، یه عمق چاه داریم. عرض چاه آسانسور ما با گزینه SW نمایش داده میشه و عمق چاهمون با گزینه SD نمایش داده میشه که لیفت دیزاینر. SD میشه عمق چاه، SW میشه عرض چاه. دیزاین مود روشنه، نمیتونیم SW رو تغییر بدیم، یعنی جزء رنگ‌های خاکستری، جزء اعداد خاکستری رنگ برای ما و ما هیچ تغییری نمیتونیم بهش بدیم. استیمون هم همین به همین صورت نمیتونیم تغییرش بدیم. ما برای تغییر SD و SW مون طول و عرض چاه، عمق و عرض چاهمون کافیه که روی گزینه SW کلیک کنیم. قسمت پراپرتیز برای ما می نویسه عرض چاهمون رو می‌نویسه. اینجا نوشته 1950، اینجا هم 1950. خب ما برای تغییر دادن عرض چاهمون مستقیم نمیتونیم تغییر بدیم، باید بیایم یک جاهای مختلف نرم افزار رو تغییر بدیم تا عرض چاهمون تغییر کنه. خب بعد از کلیک کردن روی گزینه SW در تب اول در پراپرتیز در تب اول گزینه 0245 یک سری گزینه ها وجود داره. گزینه اول لیفت دیزاین لیفت عدد 400 رو باشه. این عدد 400 مربوط به چیه؟ مربوط به فاصله براکت تا دیوار ما. ببینید ما وقتی عدد تغییر میدیم مثلا به 150 میلیمتر، اعداد دقت کنید به میلیمتر، 150 میلیمتر یعنی 15 سانت و روی گزینه بعدی کلیک میکنید ببینید براکت رفت چسبید به دیوار و این عدد ما به 1700 تغییر کرد. گزینه بعدی مربوط به ضخامت دیواره سمت چپ کابینه که این عدد ما باید از کابین سازمون بگیریم که معمولا یک لبه 2 سانتی داره کابین، یک تزئینات داره که اونم به ضخامت 2 سانت و معمولا 4 سانته که ما اینجا عدد 40 میلیمتر رو وارد میکنیم. گزینه بعدی عرض داخل کابین ماه که ما اینا در حال حاضر هیچ تغییری بهش نمیدیم و میریم سراغ گزینه بعد. بهتون میگم چرا اینو تغییر نمیدیم. گزینه بعد میشه ضخامت دیواره سمت راست کابین که اینم به همون 40 میلیمتر تغییر میدیم. دوستان این عدد متفاوته بسته به کابین ساز شما داره ولی معمولا 4 سانته 40 میلیمتره. تغییر میدیم. ببینید ضخامت کابین تغییر کرد. من مجدد اینو به 20 تغییر میدم. دقت کنید قسمت سمت راست ضخامت کابینا اینجایی که موس من هست وقتی اینتر میزنم میبینید کوچیک شد و مجدد وقتی اینا 40 میلیمتر میکنم قسمت دیواره سمت راست کابین پهن میشه. گزینه بعدی مربوط میشه به فاصله براکت تا دیوار سمت راست که این هم به 150 میلیمتر تغییر میدیم 15 سانت. ببینید دیوار اومد چسبید به براکت. ببینید حالا SW ما شد 1480. خب ما عرض چاهمون چقدر بود؟ 170 سانت بود. 1 متر و 70 سانت بود یعنی 1700 میلیمتر. الان ما چقدر داریم؟ 1480. 1700 منهای 1480 میکنیم چه 220. خب این 220 را که ما کم داریم تا این عرضمون اندازه بشه میایم میذاریم رو عدد کابین، عددی که بهتون گفتم تغییر ندید 1100 بود.
این عدد میکنیم 1320. 1320. ببینید عرض چاهمون به 1700 تغییر کرد. خب یه نکته من بگم، ابعاد عرض و عمق چاهک آسانسور، ما میایم دیوار سمت راست تا دیوار سمت راست را متر میکنیم و این 1700 به دست میاد، چون ما قبل از آهنکشی داریم میریم ابعاد بزنیم دیگه، هنوز آهنکشی نشده، استراکچر آسانسور ما نساختیم، از دیوار به دیوارمونه. ولی در لیفت دیزاینر میاد داخل به داخل محل نصب براکت ما که میشه داخل به داخل ما میشه چی؟ میشه داخل به داخل آهنکشی ما اینجا الان اون آهنکشی رو مد نظر نگرفتیم. اگر هم بخوایم اونم در مد نظر بگیریم که در یک ویدیو در سر پروژه براتون توضیح میدم، به این حالت میشه. بذارید من وایت بورد رو بیارم. ببینید این چاه آسانسور ماه، درست؟ ما این قسمت یک رنگ، ما این قسمت یک تیر آهنی داریم H، حالا یا یک نبشی بعضیا استفاده میکنن یا تیر آهن H. یک تیر آهن H هم اینجا داریم، یک تیر هم اینجا داریم، یک تیر هم اینجا داریم که جدا از این تیر آهن ها ما یک سری ناودونی هم اینجا داریم. درسته دوستان؟ چقدر بد شد. ناودونی که ما ضخامت این ناودونی، خب ضخامت ناودونی ما اگر ناودونی 10 استفاده کنیم 4 سانت 40 میلیمتر و پشت این ناودونی هم معمولا یکی 2 سانت به خاطر ناشاغلی دیواره چاه استفاده فضای پرت میفته. این طرف هم همینجور که میشه 60 میلیمتر 6 سانت 6 سانت هم و 12 سانت از فضای چاهمون رو پرت میکنه این آهنکشی ما. یعنی ما از 170 سانت باید بیایم 12 سانتش رو کم کنیم، میشه 158 سانت. خب و باید اگر بخوایم آهنکشی رو محاسبه کنیم این عددمون رو باید بیشتر بگیریم. یعنی چی بیشتر بگیریم؟ یعنی این که ما 170مون درسته دیوار تا دیوارمونه، چون آهنکشی میاد 12 سانتش کم میشه، ابعاد اصلی ما میشه، بخشید من جمع زدم، ابعاد اصلی ما میشه 158 سانت. مفید ما 158. پس ما باید این عدد رو 158 تغییر بدیم. ولی در حال حاضر چون نمیخوایم آهنکشی اجرا کنیم در این طراحی و آهنکشی رو در پروژه بعدی یا در دوره پیشرفت توضیح میدم، اینا من اینجا توضیح نمیدم و به همون ابعاد که وجود داره طراحیمون رو پیش میبریم و ابعاد اصلی ما 170 در 170 بود که ما با تغییر اعداد به این 170 رسیدیم. حالا اگه بخواید مجدد من یه توضیحی میدم برای تغییر این که تو ذهنتون باشه. برای تغییر عرض چاهک وقتی که دیزاین مود روشنه روی گزینه SW که مربوط به عدد عرض چاهک کلیک میکنید. در گزینه پروپرتی در تب 245 گزینه اول مربوط میشه به فاصله براکت تا دیوار از سمت چپ، گزینه دوم میشه ضخامت
دیوار سمت چپ کابین. گزینه سوم میشه فاصله دیوار سمت چپ کابین تا دیوار سمت راست کابین، عرض داخل کابین. گزینه بعدی میشه ضخامت دیواره سمت راست و گزینه بعدی میشه فاصله براکت تا دیوار سمت راست. خب عرض چاها تعمیر دادیم. حالا نوبت اینه که بریم سراغ عمق چاه. برای تغییر عمق چاهکمونم کافیه روی گزینه SD کلیک کنید. وقتی که روی گزینه SD کلیک میکنید در پروپرتیز مجدد در تب 246 شافت دیپ یک سری اعداد وجود داره و یک سری گزینه ها وجود داره. ما با تغییر هر کدوم این اعداد این فاصله SD ما عمق چاهمون تغییر میکنه. خب گزینه اول ببینید ما اگر درب طبقه را به طور کامل بیاریم توی طبقه، خب باید زیر درب طبقه‌مون یک پاکت درست کنیم برای نصب سینی زیر کابین. یه عدد مربوط به اون میشه که ما معمولا 0 میذاریم این گزینه رو. گزینه بعدی فاصله درب طبقه، مرکز درب طبقه تا طبقه است که معمولا من در درهای بیابانی منهای 90 میذارم. ببینید چرا منهای 90 میذارم؟ برای اینکه این قسمت درب تا دیوار ما 3 سانت فاصله داشته باشه به دو دلیل. یکی اینکه نصاب من بتونه پیچ سیل را باز و بست کنه و تغییرات و تعمیراتش انجام بده. گزینه دوم برای اینکه وقتی سینی کابین رو نصب میکنی با دیواره فاصله زیادی نداشته باشه. مبحث استانداردیه دیگه، اگر فاصله زیاد باشه باید یا سینی رو مهار کنید یا اگر خیلی بره داخل باید از درب بالا تا درب پایین ورق یک تیکه نصب کنید. یک مبحث استانداردی. برای همین من اینو عدد 90 میذارم، منهای 90 سانت درب بیاد داخل طبقه. پس گزینه دوم شد فاصله مرکز درب کابین، درب طبقه تا دیواره چاه. گزینه بعدی میشه فاصله درب طبقه تا درب کابین که در استاندارد عدد 2.5 تا 3.5 معمولا 3 میذاریم اینا. عدد بعدی میشه ضخامت دماغه کابین. این قسمتی که من با موس دارم نشون میدم، ببینید این قسمت که طبق استاندارد و کابین سازها، طبق نظر کابین سازها و طراحی کابین سازها مختلفه ولی معمولا بین 6 و 7. گزینه بعدی تغییرش نمیدیم. این میشه گزینه بعدی میشه عمق کابین که فعلا تغییرش نمیدیم. گزینه بعدی میشه ضخامت دیواره پشت کابین که در ضخامت سمت راست و سمت چپ ما 40 میلیمتر گذاشتیم، ضخامت دیواره پشت هم 40 میلیمتر میذاریم. گزینه بعدی این میشه فاصله دیواره کابین تا دیواره کادر وزن که معمولا اینا 8 یا 9 سانت میذاریم به خاطر مباحث استاندارد و نصب ورق سینی کادر وزنه، اون حفاظ کادر وزنم. عدد بعدی میشه ضخامت وزنه های ما. ضخامت وزنه های ما که این بستگی داره شما از چه متریالی استفاده میکنید. از چدن استفاده میکنید، از فولاد استفاده میکنید، از وزنه بتونی با سیمانی با روکش فلز استفاده میکنید که معمولا 15 سانت وزنه های روکش فلز. ببینید ضخامت کادر وزنه تغییر کرد. گزینه آخر میشه فاصله کادر وزنه تا دیوار پشت که این هم خودش ما اینجا یک ناودونی داریم در طراحی با تیراهم با آهن کشی که باید اونو در نظر بگیریم و یک عدد 2.5 سانت داریم برای استاندارد که اونم باید مد نظرتون باشه. خب ما با این تغییراتی که دادیم استی ما
به 1980 تغییر کرد که ما ابعادمون 1700 170 سانت. میایم اینجا 1980 میلیمتر منهای 1700 280 تا اضافه داریم ما اینجا. این 280 تا رو میایم از عمق کابین کم میکنیم به عدد 1120 میرسیم. عمق کابینمون رو میکنیم 1120. میبینید عمق چاهمون هم شد 170 سانت. الان ما یک کابین تقریبا مربع داریم با عمق 170. خب یک گزینه ما داریم تو یک گزینه که نه، یک مبحثی هست که میشه این بادبندای قاب وزنه ما که الان من موضوع روش نگه داشتم. فاصله این بادبند قاب وزنه تا دیوار کابین الان اینجور که میبینید فاصلش خیلی کمه. خب ما برای اینکه بخوایم اینو اندازه بزنیم نیاز داریم به یک عددش رو میخوایم بدونیم چیه دیگه. ما وقتی میخوایم عدد فاصله یک قطعه را تا قطعه بعدی ببینیم یا باید بیایم به این اعداد پایین رجوع کنیم که ممکنه نباشه، اون فاصله‌ای که ما میخوایم نباشه، مثل همین فاصله شاید بود نباشه، نتونیم فاصله‌شو پیدا کنیم تو این همه اعدادی که اون پایینه. کافیه که از یک ابزاری استفاده کنیم به اسم میژر. بذارید من میژر رو پیدا کنم. از فاصله میژر استفاده کنیم. برای آوردن میژر چند تا راه هست. یکی در این لوگوهای بالا، این لوگویی که عکس دوتا خطکش به حالت گونیا وجود داره اون میژر ماه، اون خطکش ماه. یکی میتونیم روی این کلیک کنیم، یکی میتونیم در سرورگ پروژکت در زیر مجموعه آیه سوم گزینه میژر وجود داره، روش کلیک کنیم. وقتی کلیک میکنیم میبینید روی تصویر یک گونیا مانند اومد کنار نمایشگر موز و میایم اینجا روی خطی که مد نظرمونه یک بار کلیک میکنیم. کلیک اول شروع متراژ، کلیک دوم پایان اندازه گیری و بعد از کلیک دوم در پایین صفحه زیر این گزینه ها عددی برای ما نمایش داده میشه که این عدد فاصله این قسمت شد. دقت کنید یه بار دیگه من اندازه میگیرم، مثلا از نوک بادبند این موسم رو تکون میدم عدد پایین تغییر میکنه تا اینجا. مثلا الان 45 میلیمتر نمایش داره، یعنی چی؟ 4 سانت و نیم. میبینید مجدد کلیک میکنم اینجا و اینجا میام 4 میلیمتر نمایش داره. خب ما اینم باید از کابین سازمون بپرسیم آقای کابین ساز شما از تیغه ریل تا تیغه ریل مقابل چقدر کم میکنی و میشی عدد داخل کابینت یا یوکت به وجود میاد. ما کافیه که روی این یوک کلیک کنیم، عددی که کابین ساز بهمون میگه. وقتی که روی یوک کلیک میکنیم در سربرگ پروپرتیز میرسه کار فروم. وقتی که کلیک میکنیم کافیه یه مقدار بیایم پایین در تب 0-140 dBg گزینه اول که به 25 میلیمتر هست به 40 میلیمتر تغییر میدیم. البته این عدد باید از کابین ساز بپرسیم. ببینید یه مقدار براکت های ما رفتن عقب‌تر و اینجا یه فاصله افتاد. خب میبینید یه فاصله افتاد. این برای اینه که حالا عدد چاهمون هم تغییری نکرد. خب حالا ما میخوایم بدونیم این ابعادی که ما طراحی کردیم تا به اینجا آیا عدد کابین ما چند نفره شد، این کابین ما به چند نفره تغییر میکنه. دو تا راه داره. یکی گزینه که اول بهتون گفتم جابجا کنید که مزاحمتون نباشه تو طراحی، یه عددی رو نوشته، این عدد برید تو جدول استاندارد این مساحت ظرفیت چند نفره بهتون میده. یه روشی هم که وجود داره، کافیه که روی گوشه کابین
کلیک کنید گوشه داخلی کابین. ببینید دو تا تیکه، گوشه بیرونیه، این گوشه داخلیه. گوشه داخلی کابین کلیک کنید که این بالا در پراپرتیز بنویسه کار. خب در تب 2010 گزینه دوم رو کلیک کنید. اینجا وقتی که کلیک میکنید به شما میگه آیا میخواید مساحت جلوی درب را هم محاسبه کنم در اندازه‌گیری کابین یا نه. اگر ما تیک های A و B را بذاریم این قسمت را محاسبه میکنه، اگر تیک را برداریم محاسبه نمیکنه. ما کافیه تیک گزینه A و B را، چون استاندارد این دو قسمت را محاسبه میکنه در مساحت کابین، تیک را بزنیم و اوکی کنیم و بعد از اوکی کردن مجدد در تب 2010 بریم و در گزینه آخر که یک ماشین حساب برای ما کلیک کنیم. ببینید وقتی من روش میام لوگوی یک ماشین حساب میاره، روش کلیک کنیم یه مقداری صبر کنیم تا ماشین حساب کابین ما بیاد. ماشین حساب اومد، اینجا میاد برای ما محاسبه میکنه. اگر ببین من عدد 8 نفره رو به 10 نفره تغییر میدم، ببینید عدد قرمز شد، میگه مساحت داخلی شما 1.53 ولی برای ظرفیت 10 نفر ما 1.73 مینیموم تا 1.90 سانتی متر مربع نیاز داریم. مساحت شما 10 نفره نیست، کمتر از اینه. مساحت شما 1.53. برای همین ما گزینه ظرفیت نفرات را اینجا تغییر میدیم، مثلا میکنیمش 9 نفره و مجدد کلیک میکنیم. بازم میگه مساحت شما 9 نفره نیست، ظرفیت شما 9 نفره نیست. چرا؟ مساحت شما 1.53 اما برای 9 نفر ظرفیت، مسافت مینیموم 1.59 و ماکسیموم 1.90 نیاز داریم. پس ما باید اینو 8 بکنیم. ببینید همونجور که در استپ ها هم توضیح دادم، وقتی ما ظرفیت رو از بالا به پایین تغییر میدیم، پیلود ما، ظرفیت باری ما تغییری نمیکنه و باید خود ما بیایم این ظرفیت را دستی تغییر بدیم. باید خود ما به صورت دستی بیایم ظرفیت کیلوگرممون باریمون رو تغییر بدیم که ما به 600 کیلو تغییرش میدیم. ببینید به محض اینکه من کیلوگرم رو به 600 تغییر دادم، گزینه وسط هم 8 نفره شد و هیچ اروری وجود نداره، هیچ گزینه‌ای با رنگ قرمز به نمایش در نمیاد. پس ظرفیت ما در حال حاضر دقیقاً 8 نفره. خب حالا ما میخوایم ظرفیت 9 نفره کنیم با همین ابعاد چاهک. امکانش هست؟ میشه، چرا نشه؟ باید کافیه یک سری اعداد دقیق اندازه گیری کنید. مثلا این 4 سانتی که ما کم کردیم از بادبندهای یوکمون رو کمتر کنیم، ریل هامون رو به عقب‌تر ببریم، درست شد، کادر وزنمون رو عقب‌تر ببریم، ابعاد رو به صورت میلیمتری محاسبه کنیم تا ظرفیت ما 9 نفره بشه. ممکنه یک نفر به طور خیلی حرفه‌ای دقیق ابعاد در بیاره، هم با در همین چاهک کابین 10 نفره رو هم بتونه جا بده. ولی من توصیه میکنم سمت میلیمتر نرید و خیلی کارا حساسش کنید. یک کار عامیانه انجام بدید، عرف انجام بدید که به مشکل بر نخورید در طراحی، در اجرا. خب پس یک بار دیگه من راجع به محاسبه ظرفیت کابین در نرم افزار لیفت دیزاینر یه توضیح سریع میدم مجدد. برای محاسبه ظرفیت کابین کافیه که داخل کابین کلیک کنید، در گزینه پراپرتیز کلمه کار را ببینید، حتما در تب 2010 تولز گزینه دوم، روبروی گزینه دوم کلیک کنید. یک جدول باز میشه، در اینجا میگه که آیا میخواید مساحت جلوی درب کابین را محاسبه کنید یا خیر. گزینه A و B
دو تا تیکش را میذارید باشه، تیک میزنید. وقتی که تیک داشته باشه یعنی اینکه این قسمت سبز رنگ را محاسبه میکنه. اوکی میکنید. در گزینه بعدیش کلیک میکنید که یک لوگوی ماشین حساب وجود داره. روی ماشین حساب کلیک میکنید. در این قسمت ظرفیت نفرات، ظرفیت کیلوگرم را به شما نمایش میده و روبروی اینها مساحت فعلی کابین، مینیموم مساحتی که نیازه برای ظرفیت 8 نفره و ماکسیموم ظرفیتی که برای ظرفیت 8 نفره نیازه را به شما نمایش میده. اگر ظرفیت شما بالاتر از حد ممکن باشه خب ارور میده. ارورها را با رنگ قرمز نمایش میده و در اینجا داره میگه که ظرفیت 10 نفره نیست. چرا؟ چون ظرفیت فعلی شما، ظرفیت فعلی این کابینش که طراحی کردید 1/53، اما برای ظرفیت 10 نفره شما نیاز دارید به مساحت حداقل 1/73 میلیمتر و حد اکثر 1/90 میلیمتر و ما مجدد این رو به 8 نفره تغییر میدیم و کیلوگرمش هم به 600 کیلوگرم تغییر میدیم. با این کار ارورها پاک میشه و هیچ اروری وجود نداره و ظرفیت ما دقیقاً 8 نفره هست. خب دوستان الان ما یکی از پلن‌های مورد نیاز خودمون رو طراحی کردیم، اما طراحی آسانسور به اینجا ختم نمیشه. ادامه طراحیمون میشه میریم سراغ طبقات، درب کابین، فاصله براکت هامون، عمق چاهکمون، عمق فاصله ریلمون در اوورهد و غیره. برای این کار کافیه که در یک قسمت خالی از صفحه یک بار کلیک کنید و مجدد یک بار راست کلیک و گزینه Add and View Frame را کلیک کنید. ببینید یک فرم جدید برای ما آورد. الان فرم های ما 2 تا شد. الان طراحی ما 2 تا شد. کافیه که گوشه سمت راست این فرم کلیک کنید تا 4 گوشه مربع مانند شه و روی اونجا درگ کنید و این نقشه را بیارید کنار نقشه قبلیتون قرار بدید. مجدد میگم برای آوردن یک پلان جدید در همین طراحی من اینو حذف میکنم. کافیه که راست کلیک کنید، گزینه Add a View Frame را کلیک کنید. یکی از روش‌هاش اینه. روش بعدیش اینه که در سربرگ View Frame گزینه Add a View Frame در View Frame در زیر مجموعه View Frame Add a View Frame رو کلیک کنید و مجدد یک فرم جدید برای شما میاره. خب ما میخوایم فاصله براکت هامون رو طراحی کنیم، میخوایم فاصله عمق چاهکمون رو طراحی کنیم، اوورهدمون رو طراحی کنیم. الان این پلن ما پلن نمای بالای از بالا به پایین داریم کابین رو نگاه میکنیم. چیکار کنیم؟ کافیه که مجدد در سربرگ ویو فریم در زیر مجموعه تایپ یک گزینه داره ویو فریم لفت، روش کلیک که بکنید میبینید نقشه ما یه مقدار تغییر کرد و اومد از نمای بغل داره کل چاه ما رو نمایش میده. این اسم هایی که ما در شیت ها معرفی کردیم P, G, F 1, 2, 3 و 4 به نمایش در اومد. مجدد تکرار میکنم، ما برای اینکه نمامون را به حالت نمای بغل، نمای کل چاه از بغل به نمایش در بیاریم، کافیه که در سربرگ ویو فریم ابتدا در سربرگ ویو فریم در زیر مجموعه ویو فریم اد ویو فریم کلیک کنیم تا یک فریم جدید برای ما نمایش در بیاد. روی فریم جدید گوشه فریم کلیک میکنیم. چرا؟ چون ما میخوایم این فریم رو تغییر بدیم، نمیخوایم فریم های دیگه رو تغییر بدیم. کلیک میکنیم و بعد در سربرگ ویو فریم در زیر مجموعه در گزینه تایپ روی گزینه
ویو فرم لفت کلیک میکنیم. به همین سادگی نمای جانبی ما به نمایش در میاد که در نمای 3 بعدی میتونیم ببینیمش. ببینید موتورخونه رو داره نمایش میده، کل طول چاه رو نمایش میده و حتی بافرها و سکوهای ما رو هم نمایش میده. دوستان برای اینکه حجم ویدیوها بالا نشه، تایمش هم زیاد نشه، این آموزش را در همین جا به پایان میرسونم و در ویدیوی بعدی میریم سراغ طراحی و ادامه طراحیمون در نمای بغل و محاسبات و فاصله براکت هامون، طراحی پیتمون مانند سکوها، بافرها، فاصله زیر سکو تا زیر کادر وزنه، زیر سکو تا زیر کابین و ارتفاع درب طبقات، ارتفاع یوک، نمای بغل. در ویدیوی بعدی میریم سراغ طراحی نمای بغل. با ما همراه باشید. روزگار خوش.